درود، وقت همگی بخیر باشه. فرا هستم. می‌خوایم با هم نگاهی بندازیم به طولانی ترین بیف رپ فارسی، ببینیم که چقدر زیبا رپرها با هم صحبت میکنن و از هم انتقاد میکنن، البته گاهی هم دیگر هم نابود میکنن. بریم که بشنویم بیف حسین و هیچکس رو. آهنگ کل کل نکن در زمانی که لیبل 051 به وجود اومد منتشر شد. اولین دیس ترک رپ فارسی بوده که متعلق به حسینه. اولین ترک سیاسی رپ هم با نام 18 تیر باز هم حسین منتشر کرد و بریم یه تیکه از آهنگ رو بشنویم که تیکه به برابکس و گروه 021 میندازن. آهنگ چرابدی که همه به دیس پیشرو میشناسنش، تنها دیس به پیشرو نبوده و سروش لشکری حسین رو توی اون آهنگ دیس کرد و به خاطر عکسی که توی فیسبوک از خودش به اشتراک گذاشته بود که توی آرایشگاه ازش گرفته بودن و جواب کل کل نکن رو بعد از چندین سال داد. بریم که بشنویم. المونی نرو با ما بد باش، فقط میزنیم کلتو باشی حتی کچل، فرق وسط فرق بغل، قرمز مده میکنیم رنگم اول. حسین هم چرابدی رو بی جواب نذاشت، تو چارلیم 2 بک داد و به شیشتی پوشی و لفظ لاتی حسین هیچکس گیر داد و بالاخره جواب خفنی بهش داد. اینم بگم که از طرفی هم حسین توی همین آهنگ قسمت اولش میگه دم دنیا گرم، هیچکس همونم بی جواب نمیذاره و بهش گیر میده. بریم که بشنویم. میرسیم با آهنگ گرگ که حسین با ادبیات خاص خودش به سروش میگه که دیس و دیس بازی رو کنار بذاریم و به هم دست بدیم، که گفته میشه که حسین تو همون دوران به سروش درخواست فیت داده و سروش هم بهش گفته که من درگیر آلبوم مجازم و وقتی این کارو ندارم. و اینکه توی آهنگ توف که خود هیچکس برمیگرده بهش میگه که خوش ندارم دست بدم باهات، و توی ورس 3 همون آهنگ کاملا مفهومی و خیلی زیبا میاد حسین دیس میکنه و تیکه به یاس هم میندازه و اونم به وقت خودش بهش میپردازیم. بریم که گوش بدیم. فقط اگه پرده رو بگیری کنار بدی باید است برای من خوش ندارم من نره خره بدم دست، حتی اگه بعد دعوا بشه من حالی میرم. صبح شده کارد پنیر رو میزه تو جیب نیمگی کره کو، همه میشنون لغمتم بگینه بربرینی نه بربرینی اکوره در بره، همه میبینن در که رو کوچه وا میشه، همه چی خوبه نیشو بازه پول نمیخواد شازه پوره ایسا بازه نیست خبرها روی چیز راسته سربازه دستی شینگامیله یا داستو اخو برونیم زبایی های مختلف رو به دمو میفهمونیم نگو نقالم تو فسان فیلمای سیمام من صدای پاروهای دیوام و شیوام انفجار مینام هیچ کس ناخدای بینام یاد. یه توضیح بدم دوستان، آهنگا رو نه بر اساس انتشار گذاشتیم نه بر اساس تاریخ خاصی یا مثلا جواب همو دادن، فقط سعی کردم کنار هم بچینم و کمی خلاصش کردم. میرسیم به آهنگ گریه داره که شروعش با تیک انداختن به ماجرای دستگیری حسین صادق بود که میگن که حسین دنبال آزادی صادق نرفته و همون موقع محمد رضا شاعر از جذب لیبل کاغذ کرد که صادق توی زندان به منیجرش میگه که من از گروه حذف کنین و دیگه جز لیبل خودش نبود، یعنی از لیبل خودش اومد بیرون. بریم که بشنویم. و باز هم تیکه گوسفند رو به حسین انداخت. جلوتر میشنویم که سروش میگه که اگه رو پرسیدن هویتت کو، میگه فلان، به خاطر آهنگ صبح زور شبه
بعد توی همون صبح شب یه روز خوبه هیچکس دیس میشه و توی آهنگی که بهش چند بار تشبیهش کردم به گوسفند جواب اونم میده و حسین میگه که ما رو تو اخبار نشون میدن به خاطر دستگیری خودش صادقه که توی شبکه تلویزیون ارمنستان توی اخبار نشون دادن که توی آهنگ توف هیچکس میگه که توف سانسورای سیما منظورش به اینه که برنامه شوک هیچکس رو نشون داد ولی چهرهش سانسور کرد. بریم که بشنویم. یه روز خوب میاد دعوت اون بال چی باشی اونایی رو که باشی یه روز خوبم بیاد که جای تونی لاشی قانون جبر رو گویر من که اگه جایی رو که میرسم اون تو رسیده باشی حتی قاسم غم بفهمی محکم بفهمی کمره دوتا که نشی گوسفند قبلی سلفید میکنن دل خراش سیبیل کشتراش میگیرن چل درات با شاخ گل سوخته روی سنگ قم میشیمون سوخت جنگ نرمه کلون راستی ما رو تو اخبار نشون میدن شما رو کجا PMC آهنگ کلمه عبور که تیکه به رپرایی بود که مهاجرت کرده بودن مثل شاهین نجفی و خود سروش لشکری. سروش هم توی لایف میاد به همین آهنگ دیس میده و متاسفانه با یه توپق که حسین هم توی آهنگ خفن میاد از صدای سامپل یه بچه استفاده میکنه و دیس میده با همون کارش. کار قشنگیه، بریم بشنویم. من تنها مثل مای توی تو فکرم دریاست نکه آب توی حوضی مغز نیمه پر یه افسری که خورد تازه فر هرچی رو با مقایسه کنی مثل کوسه تو تنگ مثل مای تو تنگ. Have you ever had a dreams that you had you could do so you wanted him to do you so much you could do anything. لبودن فقط لبودن دو جنگ شکل سری میری زنگر و بقل. و اینکه این تیکه آخری هم که گوش دادیم مال آهنگ زبر بود که در جواب آهنگیه که سروش توش میگه که جنگم بشه خدا بخواد شهیدیم. و اینم از این ویدیو دوستان. به قول صادق که میگه تیکه ها با هم حرف میزنن دوست میشن بعد به هم میزنن فرق اعتقاد بینشون هر کی هم بیاد پس میزنن پس دور شدم هی نشم پا پیشتون. دوستان تا ویدیوی دیگه و درودی دیگه بدرود.